کلمه wonder معنیشو بگو wonder. آفرین، الان داری به من میگی تعجب کردن. بچه ها یادتون باشه این بدبخت واندر رو شما هر جا میبینین تعجب میکنین. یادت باشه. الان من یه مثال میزنم، به شما میگم I wonder who he is. الان معنیشو بگو. زبان آموز میگه من تعجب میکنم او کیه. تعجب چی میکنی؟ بچه ها یادتون باشه اگر بعد از کلمه wonder شما یه WH دیدی، یه واتی، یه وری، یه ونی، یه حتی ایفی اگر دیدی دیگه این واندر بدبخت رو نگو تعجب کردن، بهش بگو I don't know، یعنی من نمیدونم. متوجه شدی؟ پس وقتی من به شما میگم I wonder who he is یعنی من نمیدونم او کیه. یه مثال دیگه، الان به شما میگم I wonder if you always smile like that or just when you're talking to me. من نمیدونم تو همیشه اونجوری میخندی یا فقط وقتی داری با من صحبت میکنی. خیره شد. الان اینو خودت بگو. به من بگو من نمیدونم اون اهل کجاست خانومه. بگو باریکلا. I wonder where she's from. تمام شد. حله. پس اینم شد معنای wonder. استفاده کن.